رسول دیوایس برگشته. اینم دیگه بالاخره دیوار واسه چی اینقدر بزرگ کردی؟ رسول دیوایس برگشته. یه روش دویدن داداش برگرد دیگه کسی نیست. هست به اسم دویدن چینی که باعث میشه با انرژی کمتر سریع برگرد قد من میمونم، منم شکست میخورم. امروز بچه اومدیم با چیزایی که رسول رو دیس کردن و اومدیم ببینیم. باطن باره شنیدم برای الگوریتم خوبه. دلقک تو از پشت شبیه جلویی. خودت از پشت شبیه جلویی. اگه دنبال الگوریتمی این دوناتای خوشمزه ما بچه اومدیم اینو نگاه کنیم ببینیم چی میگه. تو من تو تصویر بالا بچه یکم برعکسش کنید میشه تصویر بالا. الان ما میره بالا چند تا دلقک بیمزه ما دلقک تو رو داریم میبینیم. رسول رو دیس نکنیم. میبینید. حتما تو کامنت ها بهم بگید و دوبارم بزنید رو صفحه. خوب دقت کنید دلقک بیمزه. من که دارم بالا پک کنم. داداش بالا رو نگاه کنید دقیق ندید. به رسول چیزی نگوله. من برای رسول میفرستم. بابا این کارو به تو نیومد، تو برای خوراکیاتو در آزرازه یک میبینم که خودتی یه دونه جواب تو. بچه ها الان دیدید دیگه رسول رو دیس کرده بودن. الان من براتون پیداش کردم. بچه ها اومدیم بریم ببینیم این دیس خوبه یا نه. خواهم دیسش کنم ببینم عالیه این دیس. بیا یارو به جایی که این پوری و پش نکن نگاه کنی. بچه ها سگ جدید خریدم، بریم سگ جدیدمون نگاه کن. بچه ها اسم سگم منم یه خریدم اسمش پرویزه. مهرزاد رو فالو کن.